سلام هموطنان عزیز، باز هم خوش آمدید. با شروع دولت جدید بلژیم قوانین جدید مهاجرت هم سخت‌تر می شود. بنابراین وطنداران عزیز مطلع باشید. دولت بلژیم از قانون جدید مهاجرت حمایت می کند که هدف آن کاهش ورود پناهجویان و افزایش بازگشت آنها به کشورشان است. پناهجویانی که نو وارد بلژیم می شوند پس از 5 سال مستحق دریافت کمک‌های اجتماعی خواهند شد. تمامی پناهجویان تنها در مراکز مشخص شده اقامت داده می شود، جایی که شرایط ساده‌تری دارند و هیچ گونه کمک مالی دریافت نخواهند کرد. افرادی که درخواستشان رد شده باید سریعتر به کشورشان بازگردانده شوند. دولت برای جلوگیری از تقلب اسناد دروغی، موبایل و تبلت پناهجویان را بررسی خواهد کرد. همچنین افرادی که نشنالیتی بلژیم را گرفتند و یا میگیرند قصد دارند که فامیل خود را از طریق پروسه الحاق یا پیوند خانواده بیاورند، آنها هزینه ریتریبیوستی میپردازند که در حال حاضر 213 یورو است و ممکن است بین 100 تا 400 یورو بیشتر شود. در ویدیوی بعدی اطلاعات بیشتری درباره قوانین جدید الحاق یا پیوند خانواده ارائه خواهم کرد. افرادی که میخواهند تابعیت بلژیم را بگیرند، یعنی نشنالیتی بلژیم را بگیرند، باید ابتدا امتحان قانون و امتحان زبان را سپری کنند. هزینه این مرحله نیز افزایش یافته و بیشتر از 1000 یورو می شود. افرادی که نشنالیتی کشورهای اروپایی را ندارند برای گرفتن اقامت دائمی باید در امتحان زبان کامیاب شوند و با جامعه هماهنگ شوند. پس نظر مالی مستقل باشند. اگر نظم عمومی را برهم بزنند یا برای هماهنگ شدن تلاش نکنند، ممکن است اقامتشان لغو شود. دولت تعداد ماموران بازرسی را افزایش خواهد داد تا مهاجرانی که به صورت غیر قانونی اقامت دارند شناسایی و اخراج شوند. همچنین پلیس تحت شرایط مشخص و نظارت قضایی اجازه دارد به خانه‌هایی که مشکوک به حضور مهاجران غیر قانونی هستند وارد شود. علاوه بر این، زندانیانی که به صورت غیر قانونی در بلژیم حضور دارند تحت بررسی قرار می گیرند که آیا می توان برای آنها زندانی در کشور دیگری ساخت یا اجاره کرد تا به آنجا انتقال داده شود. حزب NVA پیشنهاد کرده است که این زندان در کشور کوسوو ساخته شود. این سیاست‌های جدید با هدف کاهش مهاجرت غیر قانونی، بازگشت پناهجویان رد شده و کاهش هزینه‌های اجتماعی برای مهاجران طراحی شده است. همچنین دولت در تلاش است تا سیاست پناهندگی در بلژیم سخاوتمندتر از کشورهای همسایه نباشد تا از ایجاد کشش برای پناهجویان جلوگیری کند. به همین دلیل مذاکرات با آلمان، هلند، فرانسه و لوکزامبورگ انجام خواهد شد. در شرایط استثنایی ممکن است کنترل مرزی موقتی ایجاد شود. پس وطنداران عزیز، شما با هزاران مشکلات که حتی خطرات جانی هم در پی دارد مهاجرت می کنید. پس لطفاً متوجه درخواست پناهندگی خود باشید.